بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان هاوڕێیان خۆشەویستانی بەڕێز بەخێر بن بە یەکێکی لە واڵەکانی فێربوونی زمانی فارسی. دوستانمان خیلی خوش اومدید به یکی از دروس یادگیری زبان فارسی. یادتون نره حتما کانال خودتون رو سابسکرایب و همینطور زنگوله رو فعال کنید. یوتیوب با فرستادن نوتیفیکیشن شما رو به ویدیوهای جدید مطلع میکنه. خۆشەویستان شعرێکەیە لە مامۆستا عەبدوڕەحمان شەرەفکەندی مامۆستا هەژار. شارەکەی ئاوایە دەڵێ لەلای هەڵۆی بەرزەفڕی بەرزەمێژی چۆن بژی شەکە نەوەک چەندە بژی، واتە چۆن ژیان مهمە نە چەند تەمەنۆ بێت. کۆتە چیرۆکی زۆر خۆشمان هێناوە بۆ فێربوونی زمانی فارسی. هیوادارم بەدڵتان بێت. مردی تخمێ عقابی پەیدا کرد. مردی پیاوێک تخمێ عقاب هیلکەی هەڵۆیەک پیدا کرد دۆزیەوە و آن را در لانه مرغی گذاشت و خسیە ناو هێلانەی مریشکێک. گذاشت یعنی داینەوە. و آن را و ئەوی در لانه خسیە ناو هێلانەی مرغ مریشک گذاشت قرار داد. عقاب با بەقیە جوجەها هەڵۆکە با بەقیە لەگەڵ ما بەقی جۆجەکان ئەس تۆخم بیرون ئاماد. لە هیلکەکە هاتە دەرەوە. تۆخم هیلکە بیرون ئاماد هاتە دەرەوە و بە آنها بزرگ شد و لەگەڵ ئەوانە گەورە بوو. بزرگ گەورە بوو. در تمام زندگیش لە تەواوی ژیانیا او هەمان کارهایی را انجام داد که مرغها میکردند. ئەو لە تەواوی ژیانی چیەکرد؟ ئەو هەمان کارها کارەکانی ئەنجام میداد جێبەجێ دەکرد کە مرغها میکردن کە مریشکەکان دەیان کرد. جارێکتر دەیخوێنمەوە بۆتان ئەم جارە تون و تونتر. مردی تخم مرغی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت. عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آنها بزرگ شد. در تمام زندگیش او همان کارهای را انجام داد که مرغها میکردند. ام جارێکیشە گوێ بدەنەوە وەڵێ تونترەی خوێنم بۆتان. مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت. عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آنها بزرگ شد. در تمام زندگیش او همان کارهای را انجام داد که مرغها میکردند. برای پیدا کردن کرمها و حشرات زمین را میکند و قدقد میکرد. بۆ پیداکردنی کرم و حشرات ئەو میروەکان بۆی کە بیدۆزێتەوە زەمین را میکند، زەوینەکەی هەڵدەکەند و قدقد میکرد. قدقدکردن بەو دەنگە کە مریشک دەریهێنێت دەڵێن لە فارسیە قدقد. قد بەو شێوازە. لایکی ڤیدیۆکەش بکەن با بێتە پاڵپشتی بۆ من بتوانم ڤیدیۆی زۆرترتان بۆ دا بنم. سابسکرایب ئیتر لەبیرتان نەچێ با تووڕە نەبم لێتان. و گاهی با دست و با زدن بسیار. هەندێک جارێک یعنی گاهی با دست بە دەستی و پا بەلاقی. زدن بسیار یعنی بەلاقی ئەیدا لە زەویەکە. کمی در هوا پرواز میکرد. کمێک لە هەوا دەفری. پرواز یعنی دەفری. سالها گذشت. ساڵان تێپەڕی و عقاب خیلی پیر شد و هەڵوەکە زۆر پیر بوو. خیلی زۆر پیر بوو. روزی پرنده با عظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان ابری دید. ڕۆژێک لە ئاسمانی هەوریدا باڵندەیەکی مەزنی لە سەریەوە بینی. ڕۆژێک پەرەندێ پەلەوەرێک با عەزەمەت یعنی بە گەورە و زۆر عەزەمەت را بالای سەرش لە بانی سەریەوە بالای سەرش لە بانی سەرش سەری بەر فەرازێ. فەراز بە شتێکی بەرز دەڵێن. فەراز ئاسەمان یعنی لە بانەوەی ئاسمان. ئەبری دید هەوری بینی.
جاریکتر گوی بدنم ام جاران تونتری خون بودن. برای پیدا کردن کرمها و حشرات زمین را میکند و قدقد میکرد و گاهی با دست و پا زدن بسیار کمی در هوا پرواز میکرد. سالها گذشت و عقاب خیلی پیر شد. روزی پرنده با عظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان ابری دید. ام جاریچه خون بودن توزه تونتر. برای پیدا کردن کرمها و حشرات زمین را میکند و قدقد میکرد و گاهی با دست و پا زدن بسیار کمی در هوا پرواز میکرد. سالها گذشت و عقاب خیلی پیر شد. روزی پرنده به عظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان ابری دید. او با شکوه تمام با یک حرکت جزئی بالهای طلایی‌اش برخلاف جریان شدید باد پرواز میکرد. او با تمام شکوه اباسی حلوقه دکا که بانی سریوا او با تمام شکوه به تواوی شکوه مندیه و با یک حرکت جزئی به جولای کی کم. حرکت جزئی یعنی جولای کی کم. بالهای طلاییش بالا زیرینکانی طلایی یعنی زیرین برخلاف جریان شدید باد پرواز میکرد. او برانبر روتی بهیزی باد افری لبرانبر برخلاف جریان شدید روتی بهیز باد پرواز میکرد دفری. عقاب پیر به زده نگاهش کرد و پرسید این کیست؟ حلای پیرکا به زده به سرسرمانو شوازی که لدمچاو نشان یده نگاهش کرد ماشای کرد و پرسید و پرسیاری کرد این کیست؟ اما کیا؟ همسایه‌اش پاسخ داد دراوسه که ولامی دایوا. همسایه دراوسه پاسخ داد ولامی دایوا این یک عقاب است اما پیدالین هلو. این یک عقاب است اما هلوی که سلطان پرندگان اما پاشای بالندکانه. او متعلق به آسمان است او سر به آسمان و ایمیج زمینین او آسمانیه در آسمان دفره متعلق به آسمان است یعنی آسمان و ما زمینی هستیم و اما زمینین. جاریکتر گوی بدنم ام جارا تونتر تایخون بودن. او با شکوه تمام با یک حرکت جزئی بالهای طلاییش برخلاف جریان شدید باد پرواز میکرد. عقاب پیر به زده نگاهش کرد و پرسید این کیست؟ همسایه‌اش پاسخ داد این یک عقاب است سلطان پرندگان. او متعلق به آسمان است و ما زمینی هستیم. جاریکتر گوی بدنم. او با شکوه تمام با یک حرکت جزئی بالهای طلاییش برخلاف جریان شدید باد پرواز میکرد. عقاب پیر به زده نگاهش کرد و پرسید این کیست؟ همسایه‌اش پرسید این یک عقاب است سلطان پرندگان. او متعلق به آسمان است و ما زمینی هستیم. خاص گشتینا کتایی شیروک جوانک من. عقاب مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل یک مرغ مرد زیرا فکر میکرد این موقع است. دلی حلوکا وکو ملیشکی دجیا وک ملیشک مرد چونکه پیوابو ملیشکا. عقاب مثل یک مرغ حلوکا وکو ملیشکی زندگی میکرد دجیا و مثل یک مرغ مرد و وکو ملیشکی مرد یعنی مرد زیرا فکر میکرد چونکه پیوابو یک مرغ است او ملیشکی که با همومن خومن بناسین بزانین بو چی هاتی نسام دنیا. هموی ایما رسالت یک من هیا. هموی ایما دوی بزانین چی بکنه سری ام زویه بلوا بمرین. خوشویستان اگر بدلتان بوال لایک لبیرتان نچه بو خاطری خواه لبیرتان نچه هموتان بخوای گورد اسپیرم. دوستان من رسیدیم به انتهای این ویدیو. لایک و کامنت گذاشتن و هر انتقادی دارید لطفا در بخش کامنت ها برام بنویسید تا بتونم کلیپ ها رو بهتر کنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.